با سلام مجدد، تشکر از توجهتان. از موسیقی خوبی که پاییز جان نشر کرد، سیار ولیزاده یک صداقه که بسیار خوب نازنین داره. به هر صورت دوستای از نازنینم، متاسفانه یک چیز یادتان باشه، چون آدمای افسرده مخصوصا در جوانا و نوجوانا یک ذره بدخلق میشن، رفتار زشت پیدا میکنن، او را در خانه میگن بی تربیت شده، بی اخلاق شده، بی نشده، افسرده شده. افسردگیش جور کنین نل میشه. شما خودتان بازی سلایدار براتون میته. یک دفعه علائم کودکا رو شما ببینین. کودکا، ما به سرعت میگم این خیره، کودکا چی مشکل پیدا میکنن؟ در آدمای کلان افسردگی و آدم تنبل میشه، اما کودکا بسیار شوخ میشن. درد خود میخواین از طریق کودکتان میبینین زیاد نارام شده، بفهمین افسرده است، زیاد شوخی میکنن، افسرده است. بر هم ریختن خوابشان، خواب نمیکنن، یا از خواب وقتی خواب میشه گریه کرده میرن. چرا؟ خوابای نارام میبینن. چون خواب نارام میبینن از خواب کردن وحشت دارن، شور بسیار نار، کم اشتها میشن، وزن خود از دست میتن، بهانه گیر میشن، در هر چی بهانه میگیره. چرا گلاسم نیم است، گریه فقط میپر میکنم، نه چرا از اول نیم انداختی؟ از کاسه یک قاشق تو گرفتی، چرا از کاسه ما قاشق؟ تو بگی بچه این کل کاسه ما است، تو نه دیگه. بهانه گیری میکنن، بهانه پیدا میکنن. حالت پرخاشگری و دعوا و جنگ دیگه کودکا را لط میکنن، دندان میگیرن، جنگره میشن، کلانا رو میان بی خبر یک سلیتر روش محکم میزنن. خیال پردازی و گفتگو میرن در تنهای خود ششتن یک خیالات قصه کرده رویست. تو میگی تو هم بریم کتیز کی قصه میری که تنهایش قصه کرده رویست، کتی بودی که خود قصه کرده رویست. و معمولا دروغگوی میشن و کتوگودی خودم جنگ داره، دعوا داره. این حالتهای بد پیشان میباشه. پناه آوردن به بزرگا. کودکای سالم امروز کودکا خوش است، اما کودکای افسرده پیش کلانا میاد، پیش پدر کلان اینا میشه. واز اینا چه خوش میاد، دوست داره، دوستت نداره، او از ترس پیش تو پناه آورده، فکر میکنه تو یک ذره توانایی داری، میشه پناه آورده که گپ خوب نیست. گریه بی صدا و تنها هم در تنهایی خود گریه کرده میره، بعضن در جای خواب خود فینگ زده رئیس گریه کرده میره. افسردگی. شکایت از درد، به دروغ میگه اینجیم درد میکنه، یک جایی که درد نمیکنه مویم درد میکنه. چی رقم درد میکنه؟ یک کس پیش دکتر سفریشم درد میکنه. گفت چی خوردی؟ گفت یک کت نان خشک. گفت بخونم شد، نه دردت مثل آدم است نه خوردن. اینا میگه مویم درد میکنه، ناخونم درد میکنه، ولی بیا پوره کو دیگه کتش. و یا کمکی اوگار شده، تو زور گریه میکنه، این دستش دادن، او زور کبود میشه. بعضا حتی خانواده جنگ میکنن در خانه مشترک. مثلا بچه کاکاش آمده یک دکه داده، این ملاقات زده رئیس. خب مادر تماسل همیشه برو رو بزن، زن کاکا بیا رو بزن. این جنگ تا ستوی بالاتر. قهر میکنن، خدازاری میره دروازه رو سرقلف میکنن، نان نمیخورن. این نگاه. در نوجوانای 13 تا 19 ساله انورکسیا، بی‌اشتهایی عصبی پیدا میکنن، یا حتی وقتی نان میخورن پس خود دلبد میکنن. مشکلات مواد مخدر، بی‌بندوباری جنسی و خشم و عصبانیت، جنگ و جدال، تهدید و اقدام به خودکشی. میگه خودم میکشم. یک کار میگه بچیم درس ما میگه دیگه گفته بودی خودم میکشم. کلاره بر تاخیر کنه که هیچ گفته نتونی. همین رقم پدلونای نیمه میگه بچیم نپوش. بعد از اینجا افغانستان چی سر زنوای چوری دیگه میگه دیگه در کالایم چیز گفته بودی من خودم میکشم یا میرم از خانه. فکرای بد منفی پیدا میکنه، از خودشان بعدشان می از شرایط خانوادگیشان حتی شرم خجالت پیدا میکنن، اعتماد به نفس خود از دست میتن. و شکایت شانی است که میگه هیچ کس مرا درک نمیکنه. میگه من هیچ کس درک نمیکنه، در خانه پدر مادر اینا درک نمیکنه. طلبکار و ناراضی هستن، بخیر به من موتر بخر، در وضعیت اقتصادی خونم خراب، این شل است که بر من موتر بخر، موتورسیکل بخر، هر چی فامیل وزر میکنه نمیشه. رفتار ضد اجتماعی و ضد اخلاقی پیدا میکنه. این چیز که اینا رو بی اخلاق فکر میکنن، دالی که اینا مریض است، امرای معلم جنگ کو، امرای ملازم جنگ کو، امرای خلاصه بیرحمی به اشخاص مسن و ضعیف و حیوانات. مثلا پشک کرد لغت میزنه و باز می قسم میکنه که لغت زدم مشک 2 متر دور باد شد. این افتخاراتش است. ریش سفید و پیر و مریض گیر کنه لط کرده میره. سر و عهد و پیمان و قول قریه یا خنده میکنین که تو ظالم هستین، سگار که سنگ زدین. بعد از به خدا حیوانات لط نکنین. با قول قرار خود پایبند نیستن. یک وعده کتت میکنه سر از وعده خود نیست. مشکلات در مکتب و درس پیدا میکنه، کت صنفی جنگ و کت معلم جنگ. خلاصه بعد زیبا و ظاهر خود توجه نمیکنن و بعضا از خانه فرار میکنه. فامیل پیش گشته رئیس خانه هم خود رفته بی خبر. بعضا از یک ولایت رفته مزار، کابل هرچی میپرن مزار سر. بعضا این کسایی که در مسافرت ها که یونان اینا رفت، فکر نکنید زیادش از شوق کار رفته، به خدا زیادش افسرده بودن. خب میگفتن از اینجا برن هرچی میگفتن کجا غرق میشه، غرق شه میخواد اینجا برای وضعیت خراب میشه. ولی از خدا هیچ زیاد است. پیش سال خورده کسایی که از 60 سال بالاست، اونو علای میره که در اول گفتم بین 20 تا 60 سال معمولا در نظر گرفته میشه.
سال خورده افسردگی کم است خوشبختانه، ولی گم گیچ و سردرگم می باشن. نشناختن افراد که خانه کس می نمیشناسه میگه می کی هستم بچی فلانی، نامش میگیره میگه نشناختم بچی فلانی، تا پدر کلانش میگه بالاخره بفهمه کی هست، از یادشان میره. فراموش کردن نام اشخاص، گم کردن راه منزل. یکم دفعه تا راه خانه را گم میکنن، در فکر خود هستن عوض دی کوچه در دیگه در خورده راه را گم میکنن. این من دیگه سن 60 سال افسردگی دارم. ما یکم دفعه به یک سرک میرم هیچ آشنا نیست، آخر بریک میکنم طرفی که اینجا کجاست که فلانه جاست، من تو برو از پیش گم میشه، در چرت خود میباشم. گپشان از یادشان میره، تمایل به تکرار مطالب. پیش آدمای افسردگی کلانسین بشین یک قصه بر 100 دفعه میکنه، بیخی دیگه توبه میکشه کتازی رو برونش، اون قصه بیخی بلد است دیگه، از سر قصه کرده میره کی کارا کرده و کارا کرده. فراموش میکنه که دوا یا نان خود خورده یا نخورده یک مشکل دادمای اول تحمل آدمای کلانسن پایین است. مثلا دوایی که جوان سرحال میکنه سر زو تا فشار میره، باز یک مشکل دیگه پیدا میکنه، یک دفعه دوا خورده از یادش میره، دفعه دیگه باز میخوره، دبل دوزی میشه. به او خاطر حتی ایره باید یک کسی مسئولیت بگیره که برش. بی تفاوتی و بی اعتنایی اما متناوب. چی معنی یک دفعه برش اول میره فلانی مرده تقصیش نیست، بعد یک هفته بعدم فلانی گگ مرد بیچاره، باز جگرش خون میشه. چای و قهوه و سیگرت زیاد مصرف میکنن، به می خاطر معافل چای خوری زیاد جور میکنه. یک کسی رو زنگ میزنه که بیا، به خودش خب مثلا سنو سرش ظلم میکنه، چای نمیده، این ولی به خاطر بانه بر چای خوردن پیدا شه یک میمان باید دعوت کنه که تزی بخوره یا بازخانه از بره. مقصد چای خوردن زیاد خوش میاد. سیگرت زیاد مصرف میکنه. پاییزونه میرم میگم خلاص است. آدمای منیک که ضد افسردگی است چه حالت پیدا میکنه؟ بعضیا باز یک مشکل دیگه داره، بسیار بزرگ، خود بزرگبین از دیگه کنه، بسیار ما آدم بسیار مهم هستم، میگه متفاوت فکر میکنه، برجسته از دیگران، به خواب نیازشان کم میشه. ضد افسردگی است، حالت ضد افسردگی است. یکی ما افسردگی داریم، یکی ضد افسردگی. حالت ضد افسردگی سلامت نیست، ضد افسردگی مانیک است یا مریضی است. ما در وسط باید باشیم. خوابشان کم میشه 3 تا 4 ساعت. فعالیت بیش از حد، انرژی بیش از حد از دیگران، 2 برابر دیگران کار میکنه. سرعت تفکرشان زیاد است، حتی یک گپ آخر نمیکنن، یک گپ نیما مونده دیگهش از پشتش میه. مسابق دوش کلمات شما در گپش میبینید. یک کلمه را هنوز ناتمام مونده دیگهش شروع میکنه. یوسف گم گشته بازآید به کنار، غم مخور از غمت ای جانان دیوانه گشتم، یکیش از یک میگه یکیش از دیگه، به سرعت سون سر فکرش میاد. اینا در اول گپ زدن امروز خوشتون میاد، اما بعدم خسته‌تون میسه. در اول که شروع میکنه چه خوب صحبت کرده میره، اما میبینی که تو نوبت نمیته. این نوبت تو تا گپ زنی باز خودش شروع بیخی بعد میشه میگه بس از زیاده. شروعش خوب است، بعدش این رقم مک زیاد گپ زده میره. حتی من در برنامه تلویزیونی گپ میزدم، وقت کم بود، به سرعت باید میگفتم این گپ منی کم بود. گفتم بسیار به سرعت گپ میزنین دیگه، هیچ اجازه نمیداد. خودم نه تا اجازه میداد به خاطر که بس خلاصه یه رقم سرعت گرفته بودم. گفتم غیر من کل مرتون فکر نکنین. بعضی وقت اینا سبب رسوایی خود آدم میشه. خب یلای من میگیرن که کلش در وجود خود است. پرحرفی، سرعت برف زدن در اول جالب معلوم میشه اما خسته کن است. توجه و تمرکز ندارن، آغازگر خوب هستن ولی هیچ کار به پایان نمیرسونن. 20 کار شروع میکنن نیمه میمونن. بیقرار و بیتاب هستن، یک جای ششته نمیتونن، بسیار نارام هستن. حتی در ماینه خانه یک میگی در چوکی بشه میشینه پس میخیز استادم باز میخیز استادم، هیچ آرام گرفتن نمیتونن، گپ میزنن باید بگرده در این ماینه خانه بیتاب. برانگیختگی داره، زود ده گپ هیجانی میشه. هوایی میشه. چیزای ساده زود یا خشمگینشان میکنه یا خوشحال. بعد دنبال لذت بردن هستن اما هیچ به خطراتش توجه ندارن. بعداً باز بسیار به خطرات مواجه میشن. امروز ازدواج بدون فکر و شتاب زدن. یک کسی رو دیدن وقت عاشق دلباخته هستن، زود تصمیم میگیرن به خود خواستگاری. اینا چون خدا بزرگ میبینه حتی به فامیل هم نیاز نداره، خودش میره. همین دخترتون خوش کردیم خواستگاری، امکانات دارم، فامیل هم میبینید چه آدم لویی هست، مصرف هم میکنه چون دقیقه پیسه اینا نیستن. خوب زیاد چیزام خریده سودا برده. مادر دختر میگه اینا بچه خدا. بعدش که گرفت یک هفته بعد خود ازی پشیمان میشه، پس چون هیچ کاری با آخر نمیرسه. دقیقه زندگی زناشویی هم نیست. یک هفته بعد بس پشیمان که من چی بد کردم. مخصوصا اگه این منیکش پس پایین بیاد چون حالت موج زدن است، باز بسیار اوضاع خراب شه. بنان پیش از ورسی چک کنید که کسی منیک نباشه که در نیم راه میمونید. سرمایه گذاری و خرچی بسیار زیاد دارن، پیسا رو بند میکنن، کل پیسای خود گم و گل میکنن. این فقط یک تجارت خوبیاش میبینه، بدیاش نه. حتی از دیگه میگه تو بیار پیسه تا که بر تو قضا میکنه که تو پیسا رو میدی. این آدم پیسای تو رو هم گم میکنه، نه که با فریب باشه. خودش هم بیچاره بود اما سنجش کرده پیش خود. آدمای منیک مثلا دمی سرک اینمی هزاری پیسه پیشش باشه، اینمی هزاری است که داد توزیع کرده میره. یک آدم یک از منیک شده بود در بامیان،
پروژه داشت. از این میجه که پیسای خود داده بود کلش خلاص شده بود، باز از این پول فایلای خود تو پیسای تبتی باز نده بامیان میتونه کل پیسا رو از این اکثر تا بامیان خودش هم پیسای خودم خلاص کرده بود از دیگه. او رخت گفتم نمیتونی که نه دیگه خود رئیس جمهور فکر میکنه. آرزو و هدفهای بسیار کلان داره. نظر مخالف خشمگین میسازه، تا مخالفش نظر بدی که خوب نیست دیگه تو گردش دشمنی کردی. خوش خیال هستن، فقط جنبه خوبه میبینن، انتقادش پذیرفته نمیتونن. قمارباز در قماربازی اینا زیاد تمایل پیدا میکنه چون در قصه پیسه نیستن و کارهای هنری هم خوششون میاد. همونطور که ما پیشتر هم گفتیم لباسای بسیار رنگارنگ میپوشن، رنگایی که توجه رو جلب کنه، یعنی غیر عادی باشه، مثلا رنگ طلایی، رنگ بسیار روشن. یک چیزی که مثلا آدمای عادی او رو نمیپوشه به خاطر که این فامیده شوه. مثلا کل کرکترش است که توجه رو به خود جلب کنه، خندایش بلندتر، غیر عادی گپ زدنش و پرتوقع یک مقدار رشوه‌گر گشتار و ایناش که جلب توجه میکنه. فقط اینی آخرین گپ ما بگویم از حوصله‌مندی تان یک جان سپاسنامه. خدا چه آدمای خوب است. این یک چیز نشون دادین که منی خودت ندارین، یعنی آدمای منی که قرار حوصله نمیکرد گوش کنه. یک مشکلی که دیگه داریم به نام افسردگی فصلیات میشه. اینا معمولا وقتی با کوتاه شدن روز و دراز شدن شب در زمستان و خزان که حالت میشه اینا افسردگی. بعضیا دیگه سال خوب است، خزان و زمستان که میشه افسرده میشن. این افسردگی فصلی است، بسیار پرخواب میشن، پرخور میشن، کندی روانی حرکتی پیدا میکنن. و درمانش چی است؟ درمان خوبتری بر از اینایی است که 2 تا 6 ساعت در مقابل نور قرار بگیرن. معمولا افغانایی که میرن خارج، همین دیروز هم یک مراجعه داشتم که استرالیا رو گفت یار جای من خوب جغرافی کل چیز ضعیف، جغرافی فوق العاده ضعیف. جایی که 6 ماه شب از 6 ماه روز از آفتاب دور هستن. رفته بود کجا؟ نروژ شاید هر جایی رفته بود، پس آمده بود شدید افسرده. اونجا مثلا بر چند ماهی چی روی یک آفتاب خوبه نیده بود. به این خاطر حتی بر دشف بر از اینا لایتای بسیار روشن می باشه که این مشکلشان حل شود. این بود علائم افسردگی. آرزو دارم پیشتان نبوده باشه، اگر بودم خیره، ولی باز بعد از وقفه من در مورد راههای حلش صحبت میکنم که اگر افسرده هستیم چطور میتونیم این افسردگی رو برطرف کنیم. تشکر. میگه خانم از خدای به این بزرگی یک تا گک شوی کار داره. خدای شوی شوی که گرفتن از این شوی بیچاره حال کل دنیا رو میخواه که موتر. که خانم یک کس خواستگاری رفته بود، دختر فرمایشای خدا گفته بود که ما موتر میخوایم، خانه میخوایم، تحصیل میخوایم، چکر میخوایم، پول میخوایم. بچه در دل خود گفته به خدا ما میبینیم چیزا رو میخوایم، خیر ما بریم یک شوی بر خود پیدا کنم. این رقم نمیشه. دیدی خواستگاری ها بچه خواستگاری رفته، مادر دختر چی میگه والله ما این دختر خون دل کلان کردیم. این بچه ریانی یافتن از کدام جنگلی یافتن، اونا به خون دل بزرگ کرده. این چی رقمش هسته؟ ولی یاز خدا متاسفانه اینی مشکلات ما رو خراب میکنه. نه معلم احمد خستان که احمد بچه وقتی زن بگیره چی میخوای؟ بچه گفت خواه برش خانه بخرم، پیسه، کالا، لباس، چکر بریم. محمود بچه تو چی میخوای؟ گفت استاد جان میخوایم زن احمد شو. خوبیاره که فراهم میکنه. چرا باید زامت بکشیم؟ اینه دیگه کل شای یافتیم. بنان توقعی بیش از حد نداشته باشید. توقعی بیش از حد. در فیلم دیدن مای عسل، مای عسل نبرده پیر شو. اون فیلمیز در افغانستان شکم مردم گشنه مای عسل از کجا شد؟ باز نی والا در وطن ما یعنی باورم است حتی اگه کسی هم امکانات مای عسل هم داره، همسایش گشنه است هم رو کمک کنه. و خدا ما هم یک مای عسل است. همسایه یک شکم نون سیر بخوره و خدا عسل میشه، مای عسل میشه. این ما در اون سیمینار براتون گفتم. خب بایزید بستامی رفت که هچ بره، زود پس آمد. یک هفته بعد وقت دیگه موتر تیار نبود. یک هفته بعد در خورد رفیقاش میگن تو چی رقم هیچ کار تابالی در زندگی نیمه نمانده بودی، چرا اینو نمی‌آمدی؟ گفت من که رفتم درای یک آدم بسیار گرسنه و بیچاره. گفت کجا میری؟ گفت حج. گفتم پیسه حج تبتی اولادای من گشنه است، میگه گرد ما دفعه دور بخو حجت قبول میشه. میگه ما می کارا کردم پس آمدم. بعضی وقت به خدا مترس. هرچی وقتی به بندی خدا ما نمیرسیم. همون یک شعر دیگه است که شعر مولانا است، شاید احمد ظاهر خواندشه نمیفهم. میگه به کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که بیرون در چی کردی که درون خانه ای. تو بیرون چی کردی کاری داخل میخوایی بیایی؟ هم بیرون پر صحیح کو. ما بیرون چی برخورد خوب کردیم کاری رفتیم پشت
دیگه رفته بود گفت چی کردی خدا دیدی؟ گفت نه کل مردم سرگردان می‌پالید. گفتم کدام آدم بی‌عقل بوده. ولی خدا را اگر احساس کنیم مسکت ما نزدیکتر از شارگ گردن ما، اگه نکنیم تا اونجا رفتن. ولی من نمیگم اجنه، بس ما است که یک کمکی اول خب بکنیم. وقتی دم دور بر ما مردم گرسنه است نان خوردن نداره، به خدا اجما باز بعضیا چند دفعه باید بره. خب یک دفعه رفت دیگه ش خواهی آدم سیر کن. وقتی هموطنت از گرسنگی میمیره، در یک کشور اسلامی، یک بلاد اسلامی بودن خیرات خور شرم است، برای همگی شرم است. باید متوجه شید. یا داستان دیگر هم براتون گفتم نه که مثلا حج کرد و بعد از حج خواب دید یک کسی را، گفت چطور بود حج ما؟ گفت از همین 600 نفری که آمده بودین یک حج یکتونم نشد الا فلانه نفر، او نفر هیچ نامده بود. این آدم گفت که ما بریم ببینیم این آدم چطور حجش قبول شده که حجم نامده. رفت که یک موچیست در فلانه جایش تا موچیگری. چی گفت؟ من کل عمر پیسه جمع کردم که برم حج. پیسه‌ام که جمع شد 300 درهم وقت مصرف حج بوده. یک روز خانم معامله بود، از خانه همسایه بوی غذا آمد. گفت برو از این غذا یک کمکی بیار که ما بخورم. رفتم گفتم از این غذا بخور. گفتی بر شما آرام است. چرا؟ گفت ما اولادا از گرسنگی بود گوشت خراب پخته کردیم. من پیسه خود 300 کلا بر از او دادم. حج از این اینجا قبول شد، اما اونایی که اونجا رفته بود نشد. وقتی شما سعی کنید، شرک دو نوع است، ولی من بحثم وقتم کم است در چی بسایی رفت. شرک دو نوع است، یک شرک آشکار است، یک شرک خفی است. خطرناک شرک خفی است که پوشیده است، تو نمیفهمی. وقتی تو نماز میخونی به خاطری که به دیگاه خدا نمایش بیتی، وقتی خیرات میتی به دیگاه نمایش بیتی، وقتی حج میری که تو رو الحاج بگوین، اینجاست که خطر وجود داره که تو به خاطر خدا نکردی، به خاطر برای یک ثواب نگرفتی، شرک کردی و بدترین گناه دیگه شرک است در دین. اینی امکان وجود داره. بنابراین یک کمک اگر ما متوجه شویم که در کشور ما ضرورت‌های دیگه زیادتر است.